أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حضار گرامی، سروران ارزشمند، برادران و خواهران محترم، در ادامه درس های گذشته دومین رکوع سوره مبارکه احزاب آغاز میشه از آیه 9 به بعد که در این آیات جریان اصلی که این سوره به نام اون جریان نامگذاری شده، اون جریان را الله عزوجل بیان می‌فرمایند، آغاز می‌فرمایند که اون جریان احزاب هست. نام این سوره هم سوره احزاب هست. میدونیم که احزاب جمع حزب هست، احزاب مختلفی و گروه‌های مختلفی که بر علیه اسلام و مسلمین با همدیگه متحد شدند. این احزاب میخواستند که بر مدینه طیبه حمله ور بشوند و کار اسلام را به گمان خودشون و مسلمانان را یکسره بکنند. اصلش اینه که مسلمانان از همون ابتدا، از آغاز دعوت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، در اوج مظلومیت بودند. اگرچه امروز دشمنان سعی می کنند که وانمود بکنند و بگویند که مسلمانان علیاذ بالله غارتگر بودند، هر جا حمله ور می شدند، اما وقتی که به تاریخ صدر اسلام نگاه می کنیم، در زندگی 13 ساله مکی مسلمانان بدترین شکنجه ها بر مسلمانان روا داشته می شد، تا اینکه مجبور شدند ترک وطن بکنند که ترک وطن در اصطلاح شرعی بهش هجرت میگویند. ابتدا به حبشه اتیوپی و بعد به یثرب مدینه منوره. وقتی که به مدینه منوره رفتند، کفار باز هم دست از سر مسلمانان نکشید، بلکه همیشه سعی میکردن برای مسلمانان مشکلات ایجاد بکنند. در سال 2 هجری جنگ بدر اتفاق افتاد. در سال 3 هجری جنگ احد اتفاق افتاد. در سال 4 جنگی با یکی از قبایل یهود بنو نظیر که خیانت کردند، میخواستند حضرت رسول صلی الله علیه و سلم را ترور بکنند و بعد آن حضرت صلی الله علیه و سلم به
یهود بنو نظیر مهلت دادند یا مدینه را ترک بکنید و یا اینکه بر شما حمله میکنیم. اونها از این مهلت استفاده کردند و مدینه را ترک کردند. بعضیشون به شام رفتن، بعضیشون به خیبر رفتن که نزدیک مدینه بود. و همین یهود بنو نظیر که به خیبر رفتند از اونجا این توطئه را آغاز کردند که این توطئه در سال 5 هجری منجر به جنگ احزاب که در این سوره میخوانیم منجر به اون شد. اصل جریان که به صورت خلاصه عرض کنم که بسیار شباهت دارد با اون چه که امروزه بر بسیاری از مسلمانان میگذرد، اینه که همه کفار متحد شدند. یهود که بزرگترین دشمن مسلمانان بود، در حالی که یهودی ها میدونستند که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر راستین خدای عزوجل هست، نبی بر حق هست. قرآن میگه اونها میدونستند. بسیاری از علماء بزرگشون ایمان آوردند، تسلیم شدند، اما به خاطر تعصب و حسادت. خداوند همه انسانها را از تعصب نجات بده که تعصب وقتی که بیاد و تعصب باشه انسان حقیقت را نمی بیند، انسان واقعیت را نمی بیند، چشم گوش انسان بسته میشه. لذا اینها از اون جایی که واقعیت را می دونستند اما چون تعصب داشتند و می گفتند چرا پیامبر از میان فرزندان اسماعیل انتخاب شد و از میان فرزندان اسرائیل انتخاب نشد، در حالی که اسماعیل و اسرائیل با هم عمو و برادرزاده بودند. پدر اسرائیل حضرت اسحاق برادر اسماعیل هست، اسرائیل همون یعقوبه. لذا گفتند چرا از فرزندان اسماعیل انتخاب شد و از فرزندان اسرائیل انتخاب نشد؟ لذا هی توطئه کردند. وقتی که از خیبر یک سفری را آغاز کردند، بعضی از آخوندهایشون و بعضی از سرداران و سرمایه‌داران رفتن پیش قریش مکه، پیش ابو سفیان رفتند و گفتند که روز به روز مسلمانان تبدیل به یک خطر بزرگتری برای همه ما دار می شوند. تنها راهش اینه که ما باید با اینها بجنگیم و اینها را از بین ببریم. ابو سفیان و قریش مکه اعتماد نکردند، گفته اونها ما را بدترین دشمن خودشون میدونن، شما هم همچنین، شما هم ادعای کتاب آسمانی دارید. اونها گفتن نه، ما شما را دشمن نمیدونیم. و حتی آنگونه که در قرآن و اشارات قرآن کریم هست، این آخوندهای یهود به خاطر منافع و به خاطر اینکه بر علیه مسلمانان تحریک بکنند، اقوام را، قبائل را، مشرکین را، رفتند و جلوی بت‌های اونها، آلهه باطل اونها کرنش کردند. قرآن اشاره می فرماید الم تر الی الذین یؤمنون بالجبت والطاغوت، به بت و طاغوت ایمان دارند، و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا. به کفار گفتند شما در مسیر هدایت هستید، شما روشتون، مسیرتون، مذهبتون از مسلمانان بهتره. یعنی شهادت زور و شهادت دروغ دادند تا اینکه بتونند نظر مشرکین مکه و قریش مکه را جلب بکنند. بالاخره موفق شدند ابو سفیان و بقیه سرداران قریش را فریب بدهند و بعد بقیه قبایل را، قبایل مختلفی مثل قبیله بنو غطفان که قبیله نسبتا قوی بود، عیینه بن حصن سردار اونها بود، قبیله بنو اسد را، بنو سلیم را، بنو سعد را و بنو عامر را، همه این قبایل را متحد کردند و با سپاهی حدوداً 10,000 نفر الی 12,000 نفر به طرف مکه، به طرف مدینه آمدند و مدینه طیبه را محاصره کردند. اما قبل از اینکه اینها به طرف مدینه بیایند،
خبر به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم رسید که تمام گروه های کفار و مشرکین و یهود با همدیگه متحد شدند و دارند به سمت مدینه می آیند، آن حضرت صلی الله علیه و سلم اصحاب را و یاران را جمع فرمودند و با اونها مشوره کردند که چه تدبیری باید بشه و چه برنامه ریزی و چه دفاعی باید انجام بدیم، تا اینکه سیدنا سلمان رضی الله تعالی عنه، سلمان فارسی، ایشون مشوره داد که در بلاد ما اعاجم، بلاد ما ایرانی ها و فارسی ها، هر وقتی که دشمنی ما را تهدید بکند ما اطراف شهرمون خندق حفر میکنیم، به اصطلاح چاله میزنیم تا دشمن نتواند با اسبها و با مرکبهایی که دارن نتواند نفوذ بکند، پشت خندق بماند. همه این مشوره سلمان را پسندیدند و در ظرف 6 روز یک خندق بسیار وسیع قسمت شمال مدینه که از اون طرف احتمال بود بیاین بقیه اطراف کوها احاطه کرده بود، قسمت شمال مدینه بین جبل سلع و مدینه طیبه این خندق را حفر کردند. گروهایی را داستانش مفصله، گروهایی را حضرت رسول صلی الله علیه و سلم تعیین کردند و این گروه ها شروع کردند، گروه های 10 نفره، و این خندق را در ظرف 6 روز حفر کردند. به همین خاطر نام دوم این جنگ و این غزوه هست جنگ خندق و غزوه خندق که همون جنگ احزاب هست. علی ای حال وقتی که خندق کامل شد، مشرکین هم این زمان رسیدند، آن حضرت صلی الله علیه و سلم دستور داد مسلمانان سنگر ببندند و دفاع بکنند از مدینه طیبه. دشمنان هر کار کردن نتوانستند از خندق عبور بکنند، اون طرف خندق و اون طرف چاله ها ماندند و از دو طرف تیراندازی می شد. چند نفر از مشرکین از جاهایی که خندق نسبتاً کمتر بود و آدمهای قوی و سپه سالارانشون و اسب سواران قوی و ماهر، اونها موفق شدن از خندق بیاین این طرف و بعد مبارز طلبیدن که صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین وقتی که به مبارزشون آمدند 4 نفر بودند، 2 نفر گریختند و 2 نفر با سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه مبارزه کردند که حضرت علی کرم الله وجهه اونها را به درک واصل کرد. بالاخره که یکی از اونها از سرداران و جنگجویان معروف عبدود بود و تا اینکه بالاخره این محاصره تا نزدیک به 1 ماه ادامه داشت. اما مسلمانان در شرایط بسیار سختی بودند، هم از نظر آذوقه، هم از نظر سردی هوا، اون سال سردی عجیب بود، هم از نظر کمبود تسلیحات و هم از نظر منافقین که منافقین چه توطئه هایی داشتن. ما در آیات آینده که انشاءالله میخوانیم در رابطه با منافقین هست، منافقین چقدر سعی کردند روحیه مسلمانان را تضعیف بکنند. و ناگفته نماند که یکی از قبایل قوی یهود به نام بنو قریظه، اینها در مدینه طیبه بودند و این گروه آمدند و بنو قریظه را هم فریب دادند و با خود همراه کردند و بنو قریظه هم با اونها حلیف شد. قبلا حلیف مسلمانان بود، با رسول الله صلی الله علیه وسلم پیمان داشت، اما پیمان را شکست، خیانت کرد، با بقیه یهود و با بقیه قبایل مشرکین همراهی کردند و اونها را از نظر مالی، از نظر تسلیحاتی، از نظر خوراک و آذوقه کاملا حمایت می کردند. و این هم باعث شد که رسول الله صلی الله علیه وسلم بسیار نگران بشه که کسانی که در مدینه بودند هم عهد شکستند و خیانت کردند. اما سبحان الله وقتی که مسلمان، حالا ما ببینیم این داستان به ظاهر یک داستان هست اما سراپا پند و موعظه هست. وقتی که مسلمان در مسیر حقیقی
و در مسیر واقعی باشد، در مسیر رب باشد، با خدا باشد، خدای عزوجل چگونه یاریش میکند، چگونه نصرتش میفرماید. ما در لابلای آیات وقتی که ترجمه بکنم انشاءالله میخوانیم. خلاصش اینه که خدای عزوجل دو گروه را و دو لشکر الهی را که غیبی بودند برای یاری مسلمانان فرستاد. یکی گروه فرشتگان که قرآن صراحت میگه، و دوم باد و طوفان را خداوند فرستاد. گرچه در میان، چون محاصره طولانی شد، یه ماه طول کشید، در میان خود مشرکین به اعتمادی هم زیاد بود. مشرکین قبایل مختلف که با هم رقابت داشتند، یهود که هم از دشمنانشون بودن و به ظاهر دوست بودن، و یهود یک قومی هست که همیشه خیانت میکنه، لذا هیچ اعتمادی بینشون نبود و کم کم زمان هم داشت طولانی میشد، اختلافات اینها هم داشت بیشتر میشد. از طرفی این جنود الله و لشکریان الهی هم شروع به فعالیت کردند. طوفان شروع شد و وقتی که طوفان شروع شد چنان سرد بود، کلا یخبندان بود. اونها هم هیچ نوع آمادگی نداشتن. اهل مکه از منطقه مکه که گرمسیر بود آمده بودند و آذوقه هایشون هم تمام شده بود. صحابی روایت میکنه اون شبی که اینها فرار کردند، طوفان چنان شدید بود که تمام غذاهایشون پر خاک شد و بعداً توسط فرشتگان همه ریخته شد. آخر دیدم وضعیت خیلی خرابه، با هم دیگه مشوره کردند و کم کم میدان را خالی کردند و گروهی بعد از دیگری پا به فرار گذاشتند. خداوند اینگونه بندگان مخلص خودش را یاری فرمود. عزیزان، برادران، خواهران، ما مسلمانان گرچه امروز در شرایط درستی قرار نداریم، از هر طرف دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اسلام بر علیه ما متحد هستند، اما اگر ما در مسیر رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داشته باشیم، در مسیر حق باشیم، در مسیر توحید و یکتاپرستی باشیم، در مسیر ایمانی باشیم، قطعاً امداد غیبی پروردگار برای ما هم خواهد آمد. این کفار به ظاهر با هم متحد هستند، اما همان گونه که قرآن میفرماید قلوبهم شتا، دلهایشون از همدیگه خیلی فاصله داره. لذا توجه بفرمایید به ترجمه آیات که خداوند عزوجل این موضوع را و این جریان را با چه زیبایی ترسیم میفرماید و چه شرایطی در اون روز مسلمانان داشتند. ما فکر میکنیم امروز ما مشکل داریم، ما التهاب داریم، ما مورد تهدید هستیم. خداوند میفرماید خطاب به مؤمنین: یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. ای مؤمنین، ای کسانی که شما ایمان آوردید، یاد کنید نعمت خدا را که بر شماست. اذ جاءتکم جنود، زمانی که برای شما لشکریان آمدند، لشکریان پیش شما آمدند، برای زدن شما آمدند، برای از بین بردن شما آمدند، شما را محاصره کردند، اما ما چه کار کردیم؟ سبحان الله. فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها، پس ما فرستادیم بر آنان باد را، طوفان را. هم طوفان فرستادیم که اونها را قل و قم کرد، اراده هایشون را سست کرد، اونها را ضعیف کرد. و جنودا لم تروها، و لشکریان دیگری که شما اونها را نمی دیدید. فرشتگان الهی، ملائکت الله. و کان الله
بما تعملون بصیرا. و خداوند عزوجل به اون چه که شما عمل میکنید بیناست. خداوند میبیند، از احوال شما با خبر است. الله میفرماید اون وضعیت و اون شرایط بسیار سخت و بد را خداوند اینجا ترسیم میفرماید با این کلمات، با این تعبیر: اذ جاءوکم من فوقکم و من اسفل منکم. زمانی که شدت اون جنگ و شدت محاصره به حدی بود که وقتی که آمدند از بالای شما و از پایین شما، بالای شما منظور بالای مدینه و پایین مدینه، تقسیمی که کرده بودند، قسمت پایین قریش و بنو غطفان و بقیه قبایل عرب، قسمت بالا بنو قریظه و بعضی دیگر از قبایل بودند و اینها چنان سخت محاصره کردند که و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر. سبحان الله، چه تعبیری که این تعبیر بیانگر شدت اون روزهای سخت. خداوند میفرماید وقتی که چشمها منحرف شد، کج شد و دلها به حنجره رسید، کنایه از شدت است. و تظنون بالله الظنونا، و شما در حد وسواس نسبت به خداوند یه سری گمانهایی کردید. بعضی ها فکر کردند، بعضی ها گمان داشتند که شاید خداوند دیگه کار مسلمانان را هم تمام میکنه، شاید دیگه نمیتونیم ما روی پاهایمون بیستیم. اما رب سبحانه و تعالی میفرماید هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. اینجا بود که مؤمنان در ابتلا واقع شدند و متزلزل شدند، تزلزل بسیار شدیدی و تزلزل بسیار سختی، چنان تزلزل که زمین و آسمان بر اونها با وجود وسعتش تنگ شد، دلها گرفته شد. چنین شرایطی برای مسلمانان اتفاق افتاد. حال در ادامه ما انشاءالله میخوانیم در هفته های آینده که منافقین باز چه توطئه هایی کردن، چون تا اینجا بود و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض. از این به بعد بیان توطئه منافقین است. گویا خدای عزوجل در این سوره مبارکه بیان می‌فرماید که همه دشمنان توطئه کردند، هیچ کسی کوتاهی نکرد، نه یهود، نه قبایل عرب، نه مشرکان، نه منافقان، هر یکی به قدر توانش. اما وقتی که اهل ایمان، اهل حق در مسیر حق باشند، در مسیر خدای عزوجل باشند، خداوند عزوجل اونها را غالب میگرداند. پس نکته ای که امشب میخوام عرض کنم در پایان درس همین نکته هست. عزیزان، برادران، خواهران، ما باید در مسیر قرآن و سنت باشیم، ما باید در مسیر حق باشیم، در مسیر خدا باشیم. مرگ که میاد، دیر باشه یا زود، اما وقتی که انسان در مسیر حق قرار بگیرد، بدون شک این جریانی که در این سوره مبارکه بیان شده یکی از الگوها هست، یکی از نمونه ها هست، یکی از سوره ها هست. خداوند عزوجل برای ما داستان که تعریف نمی کنه، خدا میخواد برای ما نمونه نشون بده که وقتی که شما در مسیر درست باشید من چگونه یاریتون میکنم. تمام دنیا، تمام جهان، تمام دشمنان بر علیه شما متحد باشند، باز هم پیروز میدان شما هستید. لذا این نکته را میخواستم عرض کنم که وقتی که شرایط برای ما مسلمانان سخت و سخت شده، ما باید در مسیر حق قرار بگیریم، در مسیر قرآن قرار بگیریم. ما از احوال متأثر نشیم، از شرایط مرعوب نشیم،
به سمت خدا بیاییم، به سمت نماز، به سمت قرآن، به سمت اعمال، به سمت یاد پروردگار، اون وقت خدای عزوجل، خدا همون خدا هست. زمان و شرایط تفاوت کرده، فرق کرده، ولی خدای عزوجل در قرآن وعده فرموده در سوره مبارکه مؤمن: انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. وقتی که شرایط سخت باشد، ما رسولمون را، پیامبرانمون را یاری میکنیم. نه تنها پیامبران را، والذین آمنوا، مؤمنان را هم، کسانی که ایمان راستین داشته باشند، فی الحیات الدنیا، هم در زندگی دنیا هم در روز معاد و روز قیامت. لذا پیام این سوره، درس این سوره و موعظه این سوره که هنوز جریان ادامه دارد و انشاءالله با توجه به اینکه اذان شد و وقت تمام شد، در درس‌های آینده ابعاد بیشتر و ابعاد بهتری از این جریان انشاءالله جلوی ما میاد. ولی موعظهش، درسش، نکته مهمش اینه که با خدا باشیم و وقتی که با خدا باشیم خداوند حامی و ناصر ما خواهد بود. خدای عزوجل به همه ما ایمان کامل و یقین و اعتقاد و باور درست عنایت بفرماید و مشکلات ما را و همه مسلمانان را به لطف خودش و به فضل خودش حل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.